البته یک داستانی هم من به ذهنم میاد از ماه رمضان همون سالهای اولیه دبستانم که هنوزم اون حالت خوشش در ذهن من هست و من نمیدونم چی بود. من یک ماه رمضانی در واقع بعد از اینکه سحری ما خوردیم آمدم از خونه ما بیرون، شاید مثلا کلاس احتمالاً دوم دبستان بودم یا سوم دبستان، 8 سالم بود یا 7 سالم بود. من از خونه ما آمدم که بیام و برم نماز بخونم، نماز صبح بخونم. وقتی آمدم تو حیاط مسجد احساس کردم که این حیاط یه مرتبه مثل یه نورافکنی نورانی کرد این رو و حس کردم از بالا هست این نور. من سرم بلند کردم دیدم یک چیزی داره از بالا میاد پایین. حالا مثلا من بگم یک چیزی شبیه مثلا 1 متر در 2 متر در 3 متر، یک حجم اینجوری، منتها کاملا نور، یک پارچه نور، هیچ چیز دیگه غیر از تلالو نور من چیزی نمیدیدم و دیدم این آمد از بالا آمد و درست تو حیاط این مسجد قرار گرفت و من حس کردم که گویی یک هودجی هست، داخلش افرادی هستن. مثلا یک چند دقیقه این هودج بود و بلند شد 2 مرتبه از جا و وقتی بلند شد منم راه افتادم باش، یعنی علی رغم این که من می‌خواستم برم مسجد دنبال این راه افتادم و دیدم این هودج آمد به یک مسجد دیگر ده ما که با اون مسجد ما مثلا شاید 200-300 متر فاصله داشته. اون مسجد ما مسجد پشت خندق معروف بود، این که مسجد بعدی که من میگم به مسجد بیرون دژ گفتن، مسجد بیرون دژ. دیدم این هودج آمد اونجا نشست، تو اون مسجد نشست و منم میدویدم تو کوچه که میدیدم این رفت اونجا، میدویدم که به اون برسم و وقتی من رسیدم اونجا دیدم که این هودجم از روی اونجا تو همون وسط حیاط اون مسجد بلند شد و به سمت آسمان رفت و منم داشتم نگاه میکردم دیگه رفت، یعنی از ده ما رفت و من برگشتم آمدم دیگه. وقتی آمدم مسجد که شاید نماز صبحم تمام شده بود و من خودم نمازم خوندم و آمدم. خیلی برام جالب توجه بود، هنوزم برام روشن نیست اصلا اون چی بود، اون منظره‌ای که من دیدم اصلا واقعیتش چی بود برای من. اما حتما یک خیالات نبود، حتما خواب نبود، من بیدار بودم، کاملا اون رو میدیدم، حس میکردم. برای من خیلی جالب توجه بود و این هم باز تو یک سحر ماه رمضانی بود که این اتفاق افتاد، موقع اذان صبح، که البته همون وقتم بعد برای پدرم اینا تعریف کردم، اینها که همچون منظری رو من مشاهده کردم. جزو یکی از نکات بیادماندنی من در تاریخ زندگیم هست که هنوزم برای من آشکار و روشن نیست که اون چی بود من دیدم و مشاهده کردم. حالا امیدواریم این حاله حل بشه.